بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، یا نور قرآن است و یا ظلمات و تاریکی ها، چیزی سوم نیست. بیاید این لحظه ها روی یکی از آیه های قرآن تأمل نماییم، تدبر نماییم. تدبر یعنی تفکر و اندیشه کردن در قرآن که از واجبات هر فرد مسلمان است. بنده مؤمن می باید در قرآن تدبر نماید، اندیشه کند. خطاب الهی را که خداوند بندگانش را خطاب کرده و نازل کرده توسط جبرائیل، توسط فرستادگان به خلق رسانیده، این پیام را بفهمد. بیاید این لحظه ها وصف قرآن را در قرآن ببینیم، یا به عباره دیگر بیاید ببینیم که خداوند عزوجل این کتاب را چگونه وصف کرده، وظیفه این کتاب را چی گفته. خداوند عزوجل در سوره ابراهیم می‌فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. دوستان عزیز، قرآن برای این نیست که اگر نفر بیمار شود قرآن خوانی را دعوت نماییم که بالای سر اون چند سوره خواند، یا کسی از دنیا که گذرد سر قبر و قاری دیگر را جیغ زنیم تا سوره تبارک خواند و به همین وظیفه قرآن جمع بس شود. نه، قرآن وظیفه اساسی دیگری دارد. بله تلاوت آن برکت دارد، اجر دارد، اما وظیفه اساسی قرآن این نیست. وظیفه اساسی قرآن در این آیه بیان شده کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. علامه اقبال نیز به این معنا اشاره کرده، بیت زیبایی دارد، میگه به بند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری، به آیاتش تو را کار جز نیست که از یاسین او آسان بمیری. وظیفه قرآن را در یاسین خواندن و تبارک خواندن برای بیماران و مردگان خلاصه نمودن نشناختن این کتاب است، نشناختن رسالت این کتاب است. این کتاب برای این آمده آنگونه که در این آیه کریم خداوند بیان نموده لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردم را از ظلمات، از تاریکی ها به سوی نور کوچانی، فراخوانی. مردم را از تاریکی ها، از ضلالت ها به سوی نور بیاری ای پیامبر ما. پس مقصد اساسی قرآن سعادتمند ساختن بنده است. مگر در دنیا کسی هست که سعادتمندی را نخواهد؟ همه کس میخواهد، اما نه هر کس راه سعادت را پیدا کرده است و نه هر کس که راه سعادت را پیدا میکند بر رفتن در این راه موفق می شود. سعادت در پیروی از قرآن است. راه سعادت یگانه است، راهی پیروی از وحی آسمان. هر که از این راه دور شود، یعنی هر که از قرآن بیگانه باشد، با قرآن آشنا نشود، حتما در ضلالت گرفتار می شود. یعنی راهی سومی نیست، یا پیروی از قرآن است یا گرفتاری در ضلالت و گمراهی. هر کی به حق زیست جز مردار نیست، گرچه کس در ماتمی او زار نیست. به مردن پیش از مردنش گرفتار می شود، مردن روح، مردن باطن. پیش از اینکه جانش براید و به حرکت شود قلبش می میرد و این مردن بدتر از مرگ طبیعی است، بدتر از آن مرگی که معمول است و مردم می دانند. مرگ قلب. وقتی شخص از چشمه قرآن آب ننوشد باطنش میمیرد. پس اگر دوری از قرآن، بیگانگی از قرآن چنین خطر داشته باشد، چنین خطر عظیم دارد که انسان حتما به ضلالت ها گرفتار می شود، پس باید پیروی از قرآن کرد، پس باید با قرآن آشنا شد، پس باید به قرآن نزدیک شد، پس باید به قرآن چنگ زد. از نگاه محبت داشتن به این کتاب و از نگاه تلاوت سوره های آن، از نگاه حفظ آیات آن، از نگاه درک معنای آن. در عصر ما به هر زبان این کتاب عظیم الشأن ترجمه شده، دسترس است، یا به آموختن زبانی که این کتاب به آن نازل شده. محبت داشتن به قرآن، تلاوت آیه های آن، حفظ سوره های آن، تدبر و تأمل نمودن، درک معنای آن و البته عمل کردن به گفته های آن و دعوت نمودن مردم به سوی آن. این وظیفه هایی است که قرآن بالای هر مسلمان دارد. بر ذمه هر مسلمان این حقوق قرآن ثابت است، باید این حقوق را ادا کند.
به این کتاب ایمان آرد، دوست دارد، محبت داشته باشد، آن را تلاوت کند، به تجوید خواند، آموزد. خیلی تقصیر است، خیلی عیب است که انسان 50 سال 60 سال عمرش به 4 سوره نماز خواند، همت نداشته باشد که 4 سوره اش را 10 سوره کند. هر چیزی دیگر را میتواند حفظ کند، چرا سوره های قرآن را که حفظش عبادت است، تکرارش عبادت است، زیاد داشتنش در دل آبادی و صفای قلب و باطن است، چرا 10 سوره دیگر از یاد نکند؟ در این آیه کریمه دوستان عزیز کلمه ظلمات به شکل جمع آمده. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور بیاری. پس ظلمات صیغه جمع است و ظلمات گوناگون است، یعنی تاریکی ها زیاد است، اما راه قرآن یک راه است. این معنا در جای دیگری قرآن به صراحت بیشتر آمده. و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. این است راه من، راه مستقیم، راه راست که آن را پیروی کنید و از راه دیگر، راه های بیگان از قرآن، راه های دور از قرآن پیروی نکنید که شما را از راه من دور می سازد، بیگانه می سازد، شما را از من می گیرد، به من رسیده نمی توانید. ولا تتبعوا السبل، دیگر راه ها اینجا جمع آمده. پس ضلالت ها گوناگون است و زیاد است. ضلالت کفر، ضلالت شرک، ضلالت بی خدایی، ضلالت دینستیزی، ضلالت بی بندوباری، ضلالت رقص و بازی، ضلالت بی حجابی. همه این ضلالت هایی است که شیطان انسان را میخواهد به او کشد، به سوی این راه ها کشد. وحی الهی میخواهد انسان را از این همه راه های زشت بیرون کند، به یک راه یگانه که راه وحی است درآرد و رهسپار سازد. و همه این نوع ضلالت ها از یک چیز منشأ میگیرد، از یک ریشه که ضلالت دوری از قرآن است. انسان که از قرآن بیگانه شود به همه نوع انواع این ضلالت ها روبرو می شود، گرفتار می شود. قرآن می خواهد دست بنده را گیرد، از تاریکی ها، از اذیت ها، از تنگ دلی ها را رها کند، به سوی نعمت هدایت برد. اما کسانی که در ضلالت ها گرفتار گشته‌اند و راه ضلالت را برای خود پسندیده‌اند و به آن عادت کرده‌اند، میخواهند بندگان خدا را از قرآن دور سازند. بنابراین علیه قرآن مبارزه میبرند، با مالشان، با امکاناتشان، با قلمشان. لشکران از نویسندگان و از تزویرگویان، از شاعران، از تملقکاران تهیه میکنند تا مردم را از رسیدن به قرآن دور سازند، تا راه ضلالت را راه نیک جلوه دهند و راه هدایت را، راه خدا را بد جلوه دهند، سیاه کنند. او تعالی در خود همین سوره، در خود همین صفحه قرآن کسانی را که مانع رسیدن مردم به هدایت قرآن میشوند وصف خیلی دقیق کرده. فرموده الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعید. یعنی کسانی که حیات دنیا را از آخرت برتر می شمارند، یعنی برای آنها حیات دنیا و حیات آخرت پیشکش شده بود. خداوند خطابش را نازل کرد و فرمود فهدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا و هدیناه النجدین. راه دنیاست و راه آخرت، راه رسیدن به سعادت و راه شقاوت. اما آنها استحبون الحیات الدنیا، حیات دنیا را برتر دانستن و انتخاب کردن. و یصدون عن سبیل الله، و مردم را از راه خدا باز می‌دارند. نمیگذارند مردم به قرآن رسد، قرآن حفظ کند، قرآن خواند. نمیخوان مردم مسجد رود، خانه خدا رود، عبادت کند. و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. برای این راه عیب میسازند، این راه را اتهام میزنند، میگن قرآن این خرافات است، قرآن حفظ کردن این انسان را یعنی به عصر میانه میبرد، دین خرافات است، حجاب پوشیدن این عقب ماندگی است و غیر اتهام هایی که روی خطش معلوم است و همه
من و شما میشنویم و همواره و تکرار میبینیم. و یبغونها عوجا، در این دین، در این کتاب، در این راه عیب میجویند و عیب میچسبانند، اتهام میبندند. اولئک فی ضلال بعید، آنها در گمراهی خیلی عمیقند. یک نفر گاه گمراه می شود اما زیان گمراهیش به خودش است، چون به دیگرها کار ندارد، اما نفر دیگر گمراه می شود و دیگران را نیز به گمراهی می کشد. دین را سیاه می کند، به قرآن شبهه می افکند، مردم را از دین و شریعت، از ایمان دور می سازد. اولئک فی ضلال بعید، ضلالت اینها ضلالت خطرناکتر است، خیلی در گمراهی عمیقند. قرآن آمده تا مردم را، تا بندگان را، تا انسانیت را از ضلالت ها بیرون سازد، به نور و هدایت برد. ضلالت های گوناگون، رنگ و رنگ، جلوه داده شده، اما عاقبتش زشت و نهایتش عذاب و اذیت. قرآن آمده تا دست انسان گیرد و او را نجات دهد. علامه اقبال فیلسوف شرق در وصف این کتاب عظیم میگوید: پاک سازد استخوان و ریشه را، بال جبریلی دهد اندیشه را. آفتابش را زوال نیست نیست، منکری او را کمال نیست نیست. در حفظ و امان خداوند باشید.